سلام خدمت دوستان والیبالی عزیز. امروز میخوایم در مورد مربی تیم ملی والیبال صحبت کنیم. با من تا آخر این ویدیو همراه باشید. خب این روزا صحبت در این مورده که مربی خارجی یا مربی ایرانی. واقعیتش اینه که مربی‌های ایرانی هم دانش خیلی خوبی دارن و تو این چند سال اخیر خیلی پیشرفت زیادی داشتن. اما خب نکته‌ای که حائز اهمیته اینه که مربی‌های خارجی، منظورم اون تاپ لول های خارجی هستن، کسایی که توی لیگ های اروپایی دارن فعالیت میکنن. ببینید ما اگر نگاه کنیم که بهترین لیگ های دنیا تو چه کشورهایی هستن، خب میرسیم به این که اروپا شامل لیگ هایی مثلا ایتالیا یا لهستان، روسیه، فرانسه یا مثلا توی آمریکای جنوبی، اینها لیگ های خیلی خوبی هستند توی دنیا که بازیکن های سطح اول دنیا دارن توی این لیگ ها بازی میکنن. لیگ ایران توی این چند سال اخیر به خاطر اینکه بازیکن های تیم ملیمون دارن خارج از کشور بازی میکنن و تقریبا ورودی بازیکن خارجی به لیگمون داره به 0 میرسه، قطعا تأثیر خودش رو میذاره این عمل کرد که لیگمون هر سال ضعیف و ضعیفتر خواهد شد. و این مهم نیست که حتما بازیکن خارجی به خاطر پتانسیلش توی یک کشوری وجود داشته باشه، فرهنگ رو هم میتونه به اون کشور وارد کنه، یه فرهنگ زندگی حرفه‌ای رو هم میتونه به بازیکن‌های ایرانی یاد بده. خب نتیجتاً مربی‌هایی که دارن در سطح اول دنیا کار میکنن و خیلی پویا و فعال هستن، اصلا نمیتونن این مربی‌ها پیشرفت نکنن. یعنی اون تجربه‌ای که دارن، بازی‌های سنگینی رو که پشت سر میذارن، اون جوی که بر اون سیستم حاکمه، این مربی‌ها اصلا نمیتونن پیشرفت نکنن. در واقع مربی که قراره یه سیستمی رو رهبری کنه، به نظر من باید تمام اون سیستم در دست خود اون مربی، اون سرمربی باشه. ما به عنوان یه تیمی که همیشه تیم اول یا دوم آسیا بوده، یه بار سنگینی رو داریم به دوش میکشیم. ولی یه چیزی که میخواستم خیلی رو راست بهتون بگم، خب آسیا نقشی اصلا توی والیبال نداره. والیبال دنیا توی اروپا داره فعالیت میکنه. والیبال به روز دنیا، بازیکنهای سطح بالای دنیا دارن توی اروپا توپ میزنن و کشورهای اروپایی و آمریکایی سبک جدید والیبال رو ارائه میدن. این کشورها هستن که به بقیه یاد میدن چطور والیبال بازی کنن. ما میتونیم در مورد کشتی صحبت کنیم، کشورمون میتونیم در مورد وزنه برداری صحبت کنه. در این موارد ما صاحب سبکیم، ولی در مورد والیبال نمیتونیم همچین حرفی بزنیم. پس باید همچنان یاد بگیریم و از مربی‌های سطح اول دنیا استفاده کنیم. اونها هستن که فرهنگ والیبالی و تکنیک و تاکتیک جدید و به روز والیبالی رو میتونن بهمون یاد بدن. توی زمانهایی ما تونستیم خودمون رو به دنیا ثابت کنیم که میخواهیم تیم ملی خیلی خوبی داشته باشیم، ولی واقعیتش اینه که استمرار مهمه. چندین سال پشت سر هم خوب بودن مهمه، نه اینکه یک دوره بیایم یا مثلا 2 دوره 3 دوره بیایم و خوب بازی کنیم و بعدش دیگه آروم آروم یه جوری بریم کنار که انگار اصلا نبودیم هیچ وقت.